برو بیرون آقا. من بچه دارم. میخوای با منم میتونی. برو تا من بیام دیگه. میدونی من کیم؟ بنویس استاد میشه برم دستشویی؟ مام حسین دیوانه ای تو؟ مام حسین گفته میشه بریم دستشویی؟ مام حسین برو، خب به من چه؟ یعنی همه کارا تو طبق گفته های من انجام میدی، همین مسترا رفتن تو فقط از ما باید مجوز میگرفتی دیگه، فقط مسترا رفتنت مونده بود با ما چک کنی. استاد این که کلاس آنلاین بود حضوری هم بود ازت اجازه نمیگرفتم میرفتم. گوشی رو با خودت ببر. مام حسین تازه بهش برخورده. الان من نمیفهم مام حسین شوخی داری میکنی یا جدی داری میگی؟ محمد حسین اسم واقعش دیگه بچه قاطی کرد. من این کارو بگم. مام حسین گفته که آقا فاطمه میگه شوخی جدی شد. مام حسین میگه اگرم کلاس حضوری بود اجازه نمیگرفتم میرفتم مسترا. بدبخت تو آنلاین شد انقدر من ترسیدی که اجازه گرفتی. حالا حضور هنوز نمیدونم داره شوخی میکنه یا جدی میگه. همینجا بسپر بالا بگو گفته من خونم نزدیک کلاس اینا، یه ربع دیگه اینجا ببینم جیگرشو داره بیاد. یه ربع دیگه این بگو راش بدن دمه در. آقا مساویه منفی 2/5 ایکس به اضافه 47 پنجم. خوبی استاد؟ بله. با بچه‌ش قشنگ صحبت می‌کنی باش تلفن. چطور حرف زدن؟ حالا شما اینجا چیکار می‌کنید؟ اومدم ببینم چی گفتی به داشتم. داشت بیادبی کردم هم جواب شد. بچه سی میتونه بیادبی کنه. بچه باشه میتونه بیادبی کنه برای شما تو خونه. نه اینجا نه برای من. نه تو خونه. خب با من صحبت کنم. بچه رفت. بچه اینجاست. خب با من صحبت کن. شما بچه ای؟ من بچه هم. من بچه دارم. نمیخوای با منم میتونی صحبت کنی. بچه شما بچه بیادبیه. خب من جواب شده. انا ادبش کردم. الان من گفتم ایشون رو را بدن، کی گفت شما رو را بدن؟ ما بدون اجازه میایم تو. شما بفهمید. شما بفرمایید. شما بفرمایید. شما بفرمایید.